بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. بعضی ها سوال میپرسن که وقتی میریم عراق اول کجا بریم به زیارت، اول زیارت کدوم امام رو بریم. با این روایت تکلیف همه ما معلوم میشه. در کتاب کامل زیارات این چنین روایت نقل شده است از ابی وهب بصری، میگه قال دخلت المدینه فاتیت ابا عبدالله، وارد مدینه شدم و رفتم پیش امام صادق علیه السلام. فقلت، گفتم جعلت فداک اتیتک ولم ازر قبر امیر المؤمنین علیه السلام، آمدم پیش شما ولیکن به زیارت پدرتون حضرت علی نرفتم. امام صادق فرمودن قال بئس ما صنعت، چه کار بدی کردی. لولا انک من شیعتنا ما نظرت الیک، اگر از شیعیان ما نبودی به تو نگاه هم حتی نمی کردم. پس جواب این سوال معلومه که انسان وقتی تشریف میاره عراق کدوم زیارت رو اول برود تا بچه هاش ما رو قبول کنن و به همون نگاه کنن. الحمدلله.